خب همون زمینه که گفته بودم، فقط اون بحث قیمت که من به این راحتی قانع نمیشم. نظرت راجع به دو سه کوبیده چیه؟ قبوله. من تعجب میکنم از کسایی که میگن فوتبال باعث بی‌عصابی و عصبانیت آدم میشه. حالا اون من دیگه دارم صحبت میکنم. بیا بالا پایین. بیا پایین. گلی زدم. چی گفتی مثلا؟ هیچی بابا، مردی که برگشته به من میگه 3 تا خواب بهم بده، بهت لواشک میگم. فکر کرده من اسکلم. خاک تو سرش کنم که چی کار کردی؟ داداش زوم گوشیمو ببین کجا رو میگیره. بابا ول کن، مال من دارم باب اسفنجی رو میبینم. داداش چجوری زوم کردی به باب اسفنجی؟ بچه بودم شب ادراری داشتم. یادم میاد یه شب که خودمو خیس نکردم از خوشحالی ریدم.